حسن ظریف جان از خود درک دید. مادر زور اینا قریب 1 سال باز در جستجوی پسر در روسیه گم شده ظریف جان است. حسن ظریف جان حکیموویچ سال تولدش 1978 که در شهر سرپخ ولایت مسکو کار میکرد از ماه آگوست سال 2021 بیدرک شده است. طور مادر نقل کرد بچم در روسیه در شهر سرپخوف بود و از ماه آگوست درکش نیست. نمیدونم که چی کار کنم، کجا رو کوبم. همین قدرش میدونم که در سرپخوف زندگی میکرد. با تلگرام هر روز گپ میزدیم ولی یک بار گپ زدن رو بس کرد. دیگر در تلگرام پیدا نشد. 1 ماه پیش همکار پیشینیش گفت که گویا یک تاکسیست با همه کوچش ظریف جان رو به مسکو برده است. رقم اون تاکسی رو به من دادند. با او گپ زدم. گفت که من او رو نمیشناسم، لیکن تو مسکو همچون مسافر برده بودمش. تمام دیگر ندیدم. من مادرم، جگرم برای جگر بندم خون است. ساعت نیست که نگیرم. از همه التجا میکنم اگر کسی پسر مرا در یگان جا دیده باشد یا معلومات دارد لطفاً به من خبر دهید. رقم تلفن مادر ظریف جان 992 904 44 0969.